هنوزم خوشحالی که کار اوجد پایین می‌خری تا آخر کلیپ با هم باشته ببینید کار اوجد پایین خریدن چه ضرری به مالت می‌رسه. ما اینجا چند تا نمونه زنجیر و دستبند داریم که با اوجت‌های مختلفه، از اوجت 3.5% داریم تا 24%. حالا می‌خوایم ببینیم چرا اینا اینقدر فرق اوجتیشونه با هم. 4 تا عامل مهمی که توی اجرت کار تاثیر میذاره. اولین چیزی که هست بحث ظرافت کاره. هر چی کار ظریف‌تر میشه، ریزتر میشه، ظرافت بیشتری توش میره، به نسبت زمان بیشتری هم برای تولید مونتاژش صرف میشه. پس به همون نسبت اجرتش هم بالاتر میشه. یعنی اون سازنده طلا خب پول بیشتری دریافت کنه، وقت بیشتری میذاره. مورد بعدی بحث آبکاریه. الان یه سری کارا رو می‌بینیم که آبکاریاشون اینا همشون زنجیره کارتیر هستن ولی با آبکاری‌های مختلف. خب این آبکاری که روی اینا انجام میشه بسته موادی که روشون میذارن خب فرق میکنه از لحاظ قیمتی. مورد بعدی قفلاشونه. تو یک سری کارها که 99% کارهایی که اجرت پایین هستن به این صورته. قفل‌هایی که میذارن قفل‌های بزرگی هست. توی این قفل‌ها یه فنر فلزی هست که این کار نگهداری قفل انجام میده. شما داخل این هلوهوش 150 تا 200 سوت فنر هست که شما موقع خرید این طلایی که اجرتش پایینه عملا این 200 سوت رو حساب کردین. ولی کارا رو که میبینی هرچی قفلش ریزتر میشه اجرتش هم بیشتر میشه. خب به طب تو این فنر کمتری مصرف شده و شما هزینه کمتری رو پرداخت می‌کنی. الان این دستبند با این دستبند رو نگاه کنی، این کار قفلی که داره با این کار قفلی که داره خب خیلی فرق میکنه. به خاطر همین الان این کار مثلا هست با 3.5%، این کار هست با 12%. شما فکر میکنین مثلا این کار 3.5% به قیمت خریدین ولی همین وزن کار بیشتر بودن و این هزینه قفل رو حساب کنین اجرتش تقریبا با همین کار 10% یکی بر شما در میاد. و مورد بعدی که متاسفانه خیلی تو این روزا دیده میشه بحث عیار کارهاست. سازنده ها برای اینکه یه خورده بحث رقابتی رو پیش بیارن از عیار کار کم میکنن. مثلا تو این زنجیره کارتیر شده توی مفتولاشون یه خورده کمکاری کردن تو بحث علنگوها آینه‌ای و کارهایی که به صورت پروفیل مفتولی هست تو شوره و خاک ریختن که شما موقع فروش وقت طلا فروش قیچی میکنه و میسوزونه تازه متوجه میشین چه وزن اضافی رو با شما محاسبه کردن و شما هزینه‌شو الکی پرداخت کردین.